زمانی که دخترانش عروسی میکنن نه ابوبکر خبر میشه نه عمر خبر میشه. هیچ کدام، یعنی اینها دو نفر یاران بزرگ رسول الله صلی الله علیه وسلم است، هیچ کدام اینها در عروسی دختران پیامبر اشتراک نداره و اعتراض هم نمیکنه که والله چرا پیامبر ما خبر نکرد. گپی بیعقلی و جهالتی که امروز در بین جامعه ماست. میگه والله اگر خبر نکنیم فردا گلایه میکنه. اگر انسان عاقلی باشه، اگر انسان دانشمند باشه، یک مقدار شعور و فکر داشته باشه، هرگز اعتراض نمیکنه چرا من خبر نکردید. چون میدانه هر کس اندازی توانش محفل میگیرن، عروسی میگیرن. عبدالرحمن ابن عوف میلیاردر صحابه بود، میلیونر صحابه، مشهور است به ثروت و پولداریش. عبدالرحمن ابن عوف عروسی میکنه، پیغمبر حتی خبر نمیکنه. ممکن بین خانه عبدالرحمن ابن عوف و خانه پیامبر 1 کیلومتر فاصله نبوده. در یک مسجد پشت سر پیامبر نماز میخوان. صبح در صف نماز وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه میکنه، عبدالرحمن روی لباسش رنگ است. میگه عبدالرحمن این رنگی چی هست؟ میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدر و مادر عزیزم فدایت، ما دیشب شب عروسیم بود. این رنگی است که خانمم در لباسش استفاده کرده. در اون زمان مواد خوشبوی مزعفران می بود یا بقیه موارد دیگری که می بود. از لباس او به لباس من منتقل شده. پیامبر به حقش دعای خیر میکنه. نمیگه عروسی کردی؟ رحمت للعالمین سید المرسلین، کسی که برش ایمان داری چرا مرا خبر نکردی در عروسی؟ ولی ما امروز در کجا قرار داریم؟ تو تا سال بگی جوان عزیز اندازه توان خودت عروسی کن، برای خودت زندگی کن، نه برای مردم. امام احمد ابن حنبل رحمه الله می فرمایند زمان رضایت خدا را یافتم، زمان لذت دین را یافتم که رضایت مردم را ترک کردم. دنبال حرف مردم نگشتم که مردم چی میگن چی میکنن. تو برای خودت زندگی میکنی، اندازه توانت عروسی بگیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم از باب مثال به ما مثال داده. شما عروسی بگیرید اگر اندازه یک گوسفندم توان دارید. یعنی چی معنا؟ یعنی اگر اندازه گوسفند توانت است، اندازه گوسفند عروسی بگیر. اگر پول داری اندازه مصرف یک گاو در عروسی گوشت مصرف بشه، اندازه مصرف یک گاو در عروسی گوشت مصرف بکن. ولی اندازه توانید نکن خود را تکه تکه و در بدر. و دیگه مسائل سختگیری که در قضیه ازدواج وجود داره و شما میبینید در نکاحخانه وقتی که میشینیم چه رسوایی های وجود داره. چندی مهر بخوانیم؟ $50,000. خب چندی زیر کم میکنی؟ $1,000 برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، $1,000 به خاطر قرآن عظیم الشان، $1,000 به خاطر شما موسیفیدا و بزرگوارا. خاک در سرت با این الفاظی که تکرار میکنی. رسول الله که 1,24,000 صحابه مال و جان و هست و نیست خود فدایش کردن، تو $1,000 پیشی ارزش داره. قرآنی که سرنوشتی امت تا قام قیامت رقم میزند، کتابی برای زندگی دنیا و آخرتیت است، او پیشید $1,000 ارزش دارد. موسفیدی که رسول الله میگه الله از موی سفیدش حیا میکنه، تو در نکاحخانه میگه 1,000 هم روی موسفیدا کم است. بگذارید این چتیات. چرا اینقدر سخت گیری؟ زنی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد، یا رسول الله من خدا به شما بخشش کرد. صحابه میگن نگاه میکنن طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ یعنی به این معنا که یا رسول الله اختیارم به دست شماست، هر طور که در موردم تصمیم میگیری. صدا میزنه بین صحابه کسی هست با این خانم ازدواج بکن؟ یکی بلند میکنه دستش میگه بله یا رسول الله من ازدواج میکنم ولی توان ندارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم او زن را در عقد نکاح او صحابه در میآورد، روی خود طرف عبدالرحمن و عثمان میکنه، میگه مصارف خانه زیر جمع بکنید بینتان. یعنی با این همه سهولت و آسانگیری اصلا مثال و نمونه اش نیست. یه دین میگه باید آسانگیری داشته باشه. متاسفانه امروز ما قضیه ازدواج صدهای فولادینی ساختیم سر راه جوانان ما. در اسلام از ازدواج قضیه آسانتر نبود، یعنی مثل و مانندش شما پیدا نمی کنید. ولی امروز در بین مسلمان ها از قضیه ازدواج افراطگرایی تر، افراطی تر، تشددگرایی تر، سختگیرتر هیچ قضیه دیگری نیست. چرا ما اینقدر برای خود سخت میگیریم؟ پیامبر میگه اگر شما برای خودتان سخت کردید دین بر شما غالب میآید. اگر مسائلی عرف و عنعناتتان را سختگیر کردید برای خودتان در مشقت قرار میگیرید، شما در مشکل قرار میگیرید. و امروز شما میبینید دختران به سن 30 سالگی رسیدن، جوانان ما به سن 35 سالگی رسیدن. حتی بعضی از جوانان آثار موسیفیدی در سرورشون ها معلوم میشه، هنوز به ازدواج نرسیده.
چرا اینقدر سخت گیری؟ وقتی که با برادران به خواهران عزیز صحبت بکنید چرا میگن والا نمیشود، ما سالها نان مردم خوردیم مگر بخوریم، ما در سر سفره عقد مردم اشتراک کردیم مگر اونها هم اشتراک بکنن. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم به حدی قضیه آسانگیری بوده. اگر ما به پیامبر ادعای ایمان داریم، الله میگه رسول الله برای شما نمونه هست ای امت، در همه ابعاد زندگی ازش پیروی بکنید. ما تنها رسول الله را در نماز میبینیم، تنها رسول الله برای ما در حج نمونه است. چرا در دیگه زندگی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه نداره؟ در حالی که الله سبحانه و تعالی میگه اگر از راه و روش محمد پیروی نکردید هرگز من الله شما رو دوست نمیدارم و محبت شما با من الله ایجاد نمیشه. قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر میخواید من الله را دوست داشته باشید، من شما را دوست داشته باشم، از رسول الله اطاعت بکنید. او زمان شما را دوست میدارم. یک، یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما را میبخشم. دو تا امتیاز میده الله برای شما.